ما 3-4 قسم دندان کشیدن دیدیم. یک دندان را دیدیم که دندانای پیشوری که لقک میشد، پیش از زمین کس که میرفتی دست منداخت میدید که دندان لقک به هر اندازه که طفل 7 ساله می بود سنگش به اندازش، 10 ساله می بود به اندازش، 20 ساله می بود به اندازش. در سنگ تارای انگریزی بود بسیار قوی، بسته میکرد در دندان شق بسته میکرد. یک دفعه مو آدم فکرش میگفت که بجای نکنی خدا را، همین سنگ کمت دکه میداد میزد اجت دندان از جاش میکشید. یک قسم دندان کشی خدا ببخش مردم های قدیمه. اینطور مردم ها بود که به یک قسم. دیگه قسمش چی قسم بود که برادرم که یاد کرد، انبورا ساخت خود وطن ما بود. یک طرف انبور این تو کج بود، یک طرفش هم این تو سرک داشت. ای که میگره باز یک نفر در پاهان پای نفر استاد میکرد، سر پاش 2 نفر هم میگفت دستای رقم بگی، خودش دمی بالای سر ازی همی که بند میکرد. خدا حاضر است یک دندان دیدم که همی که چیز کرد، همی که همین مریضه که دندان در بیداره گفت به می قسم هفتید. و این سلمان خدا ببخشه برای 15 دقیقه 2 چوقی از زیر گرفت و این قسم مالش داد او سر پایاش انداخت، سر دستایش انداخت. این قسم دندان میکشید. طاقت حوصله مردم بسیار قدیم زیاد بود، زود که در قلب از استاد نمیشد. 2